سلام. فصل دوم کتاب Temporary Structure Design نویسندش هم آقای کریستوفر سودره. تو فصل اول ما یه مقدمه‌ای از استاتیک بررسی کردیم. تو فصل دومم یه مقدمه از مواد مصالح میخواد بررسی کنه. یه نکته ای رو که فقط بگم این که توی مسائل تمپورری استراکچر دیزاین همه چی تو ناحیه خطی دیزاین میشه. فکر کنم تو ویدیو قبلی هم گفتم و همه چی روابط و تمام فرمولا مقاومت مساله‌ایه و به خاطر همین این مقدمه رو در نظر گرفته. حالا در ابتدا اومده راجع به انواع تنش‌ها صحبت کرده. ما تنش‌هایی که تو مقاومت مساله خونده بودیم یا در واقع تنش‌هایی که توی تمپورری استراکچر دیزاین داریم، یک تنش نرماله که همون نیرو تقسیم بر سطح که اینجا پی بخش بر F پی بخش بر A که واحدش پاسکال یا مگا پاسکال، اگه نیوتن بر متر مربع باشه پاسکال و نیوتن میلی متر مربع مگا پاسکاله، یا واحدش پوند بر اینچ اسکوئر و فوت اسکوئر و اینا هست. بعد تنش خمشی بندینگ استرس. کلا بخوام تنش‌ها رو نام ببرم، تنش یکی همین نورمال استرس بود که ما به نام P بخش بر A داشتیم. یکی تنش خمشی MC آیوم داشتیم یا M over S داشتیم. S در واقع همین مومان اینرسی تقسیم بر C بود که این C میتونست C تاپ مقطع یا C باتم باشه، فاصله تا دورترین تار کششی یا فشاری. بعد یک تنش برشی داشتیم که VQI تقسیم بر T بود. این تنش برشیه روابطش. و فکر کنم به همین سه تا تنش کافی باشه برای temporary structure design. حالا این اومده اینجا بندینگ استرس گفته M over S که همون MC آیومه، چیز خاصی نیست. یه حالا بیشتر این چیزی که میتونیم بررسی کنیم یه تیر آی شکلیه که حالا یا هر چیزی یا یه تیر چوبی که معمولا هم تو temporary structure design همه چی دو سر مفصله و یه لنگری داریم و میتونیم تنش وارد این تیر سکشن مقطعش هم اینه دیگه. MC آیش میشه به دست میاریم. اینه که تار خونسا باشه این سی تابش میشه و تنش واردش رو به دست میاریم. شیر استرس داریم که اگه حالا تا اونجایی که من یادمه نمودار، حالا فرض کنیم این نیروی برشی V باشه، این سطح برشی باشه، ماکسیموم نیروی برشی که ما توی چیز داشتیم 3/2 V over A بود. این ماکسیمومه و خود تنش برشی تو هر نقطه VQIT بود، حالا تا اونجایی که یادمه. بعد یه مسئله دیگه ای که اینجا هم داره اینو میگه که توی مقاطع آی شکل استیل ما این آیی که در نظر میگیریم در واقع این ناحیه هاشور خورده است که در واقع این سطحه که توی برش مقاومت از خودش نشون میده. و horizontal shear stress اومده صحبت کرده، همون VQI، حالا اینجا از B استفاده کرده. گفته horizontal shear stress a connection between flange and web of beams between the laminate plywoods. حالا یا تو laminate plywood یا توی همین مقاطع آی شکل، حالا آی شکل فولادی یا چوبی. حالا فرض کنیم این یه دو تا مقطع چوبی اینجا با هم دیگه متصل شدن. اگه این تحت بار خمشی قرار بگیره، اگه اینجا یه تنش برشی هوریزونتالی به وجود میاد که بتونه این دو تا مقطع به صورت یه مقطع یک پارچه عمل کنه. اگه این تنش تامین نشه، در واقع این حالا فلنج بالاییش سر میخوره روی وب و راجع به این موضوع داره صحبت میکنه. When a beam is placed bending condition, it deflects beam internal parts horizontally without a solid connection between the internal parts. These parts will slide horizontally. In order to resist this sliding, one can use welding, bolting, gluing. یا برای اینکه اینجا رو میتونی ولد کنی، بولت کنی، گلو کنی یا این داستانا.
بعد یه اگزمپل هم آورده، حالا یه اینجا مقطع تی شکل آورده که این میگه که if a wood flange attached to a wood web could horizontally shear and determine توی این مقطع در واقع گفته بار 20 فوت 200 پوند پر لینیره، این یه تیر دو سر مفصل اگه در نظر بگیریم یه همچین بار گسترده‌ای روش وارد شده باشه، در واقع نیروی برشی اینجا هست 20 ضرب در 200 تقسیم بر 2 که در واقع میشه 2000 پوند نیرو داریم. این نیروی وی مونه. Q داشتیم چی؟ Q داشتیم A ضرب در D. آمون که این سطحمونه برای این ناحیه میشه 6 ضرب در 2 مساوی با 12. 12 ضرب در D فاصله تار خنثای خود این سکشن هست تا تار خنثای خود مقطع، در واقع این فاصله. تار خنثای مقطع رو چجوری به دست میاریم؟ تار خنثای مقطع هم که خیلی ساده، این دو ضرب در 6 ضرب در از اینجا تا اینجا هم داریم 9 به اضافه 2 ضرب در 8 ضرب در 4 مساوی میشه با 12 به اضافه 16 28 ضرب در وای پریم. وای پریم اینجا به دست میاد 6 ممیز 14 و این فاصله که هست فاصله دی در میاد 9 منهای 6 ممیز 14 2 ممیز 86. این فاصله رو هم به دست، پس الان وی رو داریم، وی رو اینجا 6 ممیز 14 به دست اومد، این به دست اومد، وی رو داریم، آی مقطع رو داریم، در واقع وی آ ضرب در دی هم 2 ممیز 86 که این عدد میشه تقسیم بر آی مومان اینرسی. مومان اینرسی رو تو ویدیو قبلی برای این سکشن به دست آوردیم که کاری هم نداره دیگه، سیگما آی به اضافه سیگما آ دی 2 که یه همچین عددی میشه ضرب در بی در واقع این کانکشن این مقداره بین دوتا سکشن که میشه 131 پی اس آی. پی اس آی یعنی پوند بر اسکوئر اینچه که واحدش هم اگه بخوایم واحد تو متریک هم نگاه کنیم وی هست نیوتن، کیو هست میلیمتر به توان 3، آی میلیمتر به توان 4 واحداش، بی هم میلیمتره که میشه نیوتن بر میلیمتر به توان 2 که همون مگاپاسکال خودمون میشه، واحد تنشه. بعد حالا تا اینجا استاپ میکنیم، ویدیو رو استاپ میزنم، تو ویدیو بعدی ادامهش میدیم.